این سوری عکس شورده اینتگرال رو حساب کنیم. اینتگرال فункции trigonometri داشته‌است. برای این رو کار کردن باید دو اینتگرال فункции trigonometri رو باید دونیم. یکمی سینوس x اینتگرال سینوس چی میشه؟ مینوس کوسینوس x جمع c و کوسینوس x باشد سینوس x جمع c میشه. و c دکو نمیشه یا آخرام کنستانت چونکه بینی 0 پی داشته است. برای این رو استفاده می‌کنیم. و اینتگرال رو چه کار میکنیم؟ الویدگی می‌نویسیم. برای کار کردن من این اینتگرال رو نوشته میتونم از 0 تا پی 2 سینوس x dx مینوس از 0 تا پی 5 کوسینوس 3x dx کار باید کنیم. هر دویش رو الویده کار میکنیم. یکمش دو تاثیر نمیکند و فункция ما برای ما بیرون گرفته می‌کنم دو اینتگرال سینوس مینوسی کوسینوس x از 0 تا پی مینوسی از آن 5 کوسینوس این چه میشد؟ در اینجا 3x هست. برای ما 5 سینوسی 3x تقسیم 3 میکنیم از 0 تا پی. یعنی از اینجا باید فرمولش نویسم برای فهموندن. اگر شما سینوس یا کوسینوس قطعی a داشته باشه ax dx یعنی x شما کوفیشنت داشته باشد این میشد مینوس کوسینوس ax تقسیم a یا اینکه باز کوسینوس همین چیز است. اگر x شما کوفیشنت داشته باشد این میشود سینوس ax تقسیم a میشود. و این رو باید الویدگی کار کنیم یا اینکه یک جای کار کنیم میشود. خیلی بیاید الویده کار کنیم. اول پی رو میمونیم. این میشود مینوس 2 کوسینوس پی مینوسی مینوس 2 کوسینوسی 0. اینو باید کار کنم تا 5 سینوسی 3 پی تقسیم 3 مینوسی 5 سینوسی 3 ضرب 0 تقسیم 3. کوسینوس پی چه میشود؟ کوسینوس 1 داشته مینوس 1 میشود. مینوس 1 با مینوس 2 میشود. کوسینوس 0 1 میشود. مینوس 2 پلوس 2 میشود. سینوس 3 پای این چه میشود؟ سینوس 3 پای 0 یعنی مینوس 5 ضرب 0 تقسیم 3 سینوس 0 با 0 میشود. مینوس 0 میشود. و از اینجا نکار کنیم برابر چه میشود؟ 4 میشود. یعنی جواب اینتگرال ما برابر 4 میشود.